درود و عرض ادب. در ادامه چارت طلا و حرکاتی که داره انجام میده ما به ناحیه‌ای رسیدیم که تنکانسن شکل 7 مانند توی این ناحیه، من کندل رو بردارم بهتر میبینید، شکل 7 مانند توی این ناحیه برای ما ساخته و کی جنسن هم رو به بالا داره میره. در ویدیوهای تحلیل هفتگی اونس طلا ما گفتیم که اعدادی هست که پیش بینی میکنیم قیمت به این اعداد برسه در آینده برای ما، مثل 4193 و تا 4262. خب اگه کندلا رو بندازیم این ناحیه رو قبلا بازار تاچ کرده بوده، اما دیتای بیشتر رو میتونیم از تایم فریم 4 ساعته استخراج بکنیم. در تایم فریم 4 ساعته اون کمویی که مد نظر ما بود و انتظار میکشیدیم که یک فلت رو به بالا و چرخش رو در سنکو اسپن بی درش ببینیم، توی این ناحیه برای ما اتفاق افتاد. یعنی تو این ناحیه سنکو اسپن بی این کموی صعودی برای ما چرخیده و رو به بالا شده، فلتاش رو به بالا شدن. در نتیجه این ناحیه تریدینگ رنجی که ما از قبل داشتیم، این ناحیه برای ما شکسته. حالا که این ناحیه شکسته، قیمت باید بره و تارگت های قیمتیش رو تاچ بکنه. خب طبق طرز فکری که داشتیم، تارگت های قیمتی که داشتیم از گذشته، یکیش فلت بعد از کراس برابری بود و همچنین منشأ کراس برابری، این جایی که کراس برابری توش شروع شده. حتی اینجا یه فلت دیگه هست که این هم یکی از تارگت های ماست. بعد از این که قیمت این تارگت ها رو تاچ کنه، پیش بینی ما اینه که ریزش دوباره صورت بگیره. یعنی از این نواحی که ما اینجا داریم قیمت تاچ کنه، احتمال میدیم که دوباره ریزش در بازار صورت بگیره. خب پس اینجا بهترین جا برای پوزیشن بای هستش، اینجا میتونیم بای بگیریم. خب و همین سادگی. حالا هر چقدر تایم فریممون رو پایین تر ببریم، پوزیشن های زیادتری برای ورود به معامله داریم. یعنی موقعیت هایی که در اونها ما به فکر خرید هستیم معمولا سودآورتره. خب مثل این ناحیه که میتونستید بای بگیرید در تایم فریم 1 ساعته و تا زمانی که سیگنال های خروج از معامله براتون داده نشده میتونستید توی معامله باقی بمونید و همین سادگی. پس این نواحی هن که ما انتظار داریم قیمت بهشون برسه. اما نکته که هست اینه که قیمت مستقیم حرکت نمیکنه، هیچ وقت قیمت مستقیم حرکت نمیکنه و سوینگ برای ما تشکیل میده، سوینگ های های و سوینگ های لو، و کم کم قیمت خودشون میرسونه به اون نواحی که مد نظرمونه. البته این ناحیه سقف رو هم میتونید، سقف رنج قبلی رو هم میتونید برای تارگت در نظر بگیرید. به این نواحی که قیمت میرسه در گذشته رنج بوده، به این نواحی که میرسه قیمت در آینده دوباره بازار احتمال میدیم که رنج بشه و به تناسب این دیتایی که داریم میتونیم باهاش معامله بکنیم. این ویدیو کوتاه، من فقط میخواستم یه شرحی بدم از اتفاقاتی که توی طلا بعد از این صعود تاریخی که برامون به وجود اومد، اتفاقاتی که اینجا داره برای ما میفته رو یه شرحی درش بدم و انتظاراتمون رو توش مشخص بکنیم. خب این صعود رو میگم احتمال داره خیلی نتونسته باشن بگیرنش، اما اینجا هم پوزیشن ورود خیلی خوبیه که میتونید باهاش ترید بکنید. خب اینا همه، این تفسیرایی که خدمتتون ارائه داره میشه، همه جنبه آموزشی داره، نه جنبه سیگنال دهی. کلا من اهل سیگنال دهی نیستم. فقط این حالاتی که دارید میبینید میتونید جهت آینده بازار رو باهاش پیش بینی بکنید. آدرس گروه تلگرامی ما هم این پایینه، خوشحال میشم که توش عضو بشید.
براتون آرزوی موفقیت دارم و اینکه امیدوارم توی تریداتون موفق باشید.